استاد همون مسجدی که ما میریم هر نماز بامداد دعا میکنن. وقتی دیم رکعت از رکوع میخیزیم دعا میکنن، دستاشون هم میبردارن و دعا میکنن. از سعی که ما نمیدونیم چو کنیم همون خیراست میستیم، ما هم برابر دیو دستان برداشته دعا کنیم، امین بگیم نگیم. استاد امیالات هر بامداد میکنن. در کجا؟ در همون مسجد وقتی که ما میریم، این مسجدی که گویم در جای ما است. بامداد؟ بله، وقتی که از رکوع میخیزیم دعا میکنن. بعد یک دعا شونده خیلی که اللهم ربنا آتینا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قینا یا ربنا عذاب النار میگه. مقصد در آیت ربنا نداره یا ربنا قوش میکنن. و این برای آنکه اینجا اون تلاوت قرآن نیست و دعا هست. در دعا انسان با یگان کلمه ها زیاد کند و بسیارتر طلب کند هیچ گپی ندارد. در تلاوت قرآن حرف اضافه کردن ممکن نیست. و در وقت دعا هست، در دعا هیچ گپی ندارد. یعنی مذهب شافعی هست بعد نماز بامداد چی میخواند؟ قنوت میخواند. خیر بله و هر روز هم همین گفتن گره دعا کردن گره هیچ گپی ندارد.